سلام مجدد، خیلی خیلی خوش اومدین به این جلسه. میخوایم خیلی سریع بریم بپردازیم به بحث شیرین افزونه ها. بچه ها، افزونه ها همونطور که خب از معناش مشخصه، یعنی افزودنی، یعنی قرار ما یک چیزی اضافه کنیم به سایتمون. ببینید، شما وقتی یک گوشی موبایل دارید و نیاز به ادیت و ویرایش یک تصویر یا ویدیویی دارید، ممکنه خود گوشی موبایل کفایت نده، کافی نباشه برای اینکه شما بتونین اون ویرایش انجام بدید. مثلا شما میری کپکات نصب میکنی، اینشات نصب میکنی که بخوای اون ویدیو تو ادیت کنی. و در واقع این اپلیکیشن ها، این نرم افزارها میان یک امکاناتی رو که خود گوشی نداره در اختیار ما قرار میدن. افزونه هم دقیقاً همین موضوعه، اما تو وردپرس. افزونه ها میان یک سری امکانات جانبی در اختیار ما قرار میدن. بچه ها بعد نصب هر افزونه ممکنه حالا یک گزینه در همینجا اضافه بشه، یا ممکنه حالا افزونه طوری باشه که یک تنظیم جدیدی بخواد اضافه کنه و حالا بیاد در زیر شاخه ابزارها تنظیمات بخواد اضافه بشه. در این جلسه میخوایم حالا افزونه هایی که برای قالب وودمارت اجباری هستن نصبشون رو با هم دیگه نصب و فعال سازی کنیم و در جلسه بعدی میخوایم بپردازیم به تنظیم نسخه PHP سایت، که اگر شما در افزودن قالب یا افزودن افزونه، یعنی اضافه کردن افزونه، مشکل دارید، که این مشکل شما رو برطرف کنیم. خب اول بریم افزونه هایی که نیاز داریم برای قالب وودمارت رو نصب کنیم. بچه ها، داخل ابزار وردپرس که حالا خرید کرده بودم این افزونه، این قالب وودمارت رو، یکی دو تا افزونه بود که نصبشون اجبار بود. یکی فارسی ساز بود و یکی وودمارت کور. ما میریم که این دوتا رو با هم دیگه نصب کنیم. اینجا کلی افزونه وجود داره که هر افزونه میاد حالا یه کاری انجام میده. شما امتیازش هم و نصب فعالش هم میتونید اینجا نگاه کنید. ما اول بریم سراغ بارگذاری افزونه. خب یکی این افزونه بود که میاد فارسی سازیش رو انجام میده. روی همکنون نصب نمایید میزنم و اینجا رو نگاه کنید که بعد از نصبش تغییر پیدا میکنه. خب روی فعال کردن افزونه میزنم و به همین راحتی با نصب افزونه این زبانش به فارسی تغییر پیدا کرد. خب میریم برای نصب افزونه دوم. همین روند قبلی رو تکرار میکنیم. روی چوز فایل میزنم و وودمارت کور رو اینجا نصب میکنیم. ببینید، در واقع اینطور هم نیست که ما برای هر کار بیایم افزونه نصب کنیم. مثلا خیلی جاها افزونه نیازه بچه‌ها، ولی اگه شما یه سایت بخواید درست کنید 30 تا 40 تا توش افزونه نصب کنید، اینو در نظر داشته باشید که روی سرعت سایت تأثیر منفی میذاره در واقع. و ما توی طراحیامون باید سعی کنیم هر چی کمتر از افزونه استفاده کنیم بهتره. خب دو تا افزونه ای که نیاز داشتیم برای قالب وودمارت و برای قالب وودمارت اجباری بودن رو ما نصب کردیم و به راحتی نصب شد. اگر شما تو نصبش مشکل داشتین، توی جلسه بعدی میگم مشکل از کجای بعد چطور برطرف کنیم. خب دو تا دیگه افزونه نیاز داریم، در واقع سه تا دیگه افزونه نیاز داریم برای طراحی این پروژه ازش استفاده کنیم. یکی از افزونه ها که شما بخواید هر پروژه فروشگاهی داشته باشین، باید ووکامرس رو در اون نصب کرده باشید. و الان با نصب ووکامرس میاد اینجا به ما نشون میده که چه تغییراتی در سایت ایجاد میشه. 8 میلیون نصب فعال داره بچه ها. و در حال نصب
خب فعال سازیش میکنم و ببینیم ووکامرس چه چیزایی برای ما اضافه میکنه. ووکامرس هم نصب شد و چیزایی مثل سفارش ها، مشتریان، کدای تخفیف، گزارش ها. بچه ووکامرس خودش یه دنیاییه و قرار ما باهاش کار کنیم. البته یک سری چیزای دیگه هم اضافه کرده، محصولات، پرداختها، تجزیه و تحلیل، بازاریابی. خیلی چیز خفنی ووکامرس و ما با استفاده از ووکامرس میتونیم توی سایتمون محصول اضافه کنیم. و اما یک افزونه خیلی مهمتر که ما تقریبا توی همه پروژه‌مون ازش استفاده میکنیم. ما برای اینکه بتونیم صفحات رو طراحی کنیم نیاز به یک افزونه صفحه ساز داریم بچه‌ها، و این افزونه صفحه ساز که خیلی هم واقعا محبوب هستش افزونه المنتور هستش. 10 میلیون نصب فعال داره وبسایت ساز المنتور. روی همکنون نصب نمایید میزنم تا نصب انجام بشه. منتها افزونه المنتور شما باید برای اینکه ازش استفاده کنید، یعنی اون قابلیت های خفن ترش رو دریافت کنید، نسخه پروش هم خریداری کنید. حالا من اول اینو فعال سازی میکنم. بچه نسخه پروش هم من خریداری کردم، براتون توی کانال قرار میدم. حالا چطور نسخه پروش رو بتونیم اینجا بارگذاری کنیم؟ مثل همون افزونه‌های اول روی افزودن افزونه تازه میزنم، بارگذاری افزونه و چوز فایل رو میزنیم، المنتور پرو رو انتخاب میکنم و روی همکنون نصب نمایید کلیک میکنم. خب نصب المنتور پرو هم داره انجام میشه. من تا این نصب تکمیل بشه خب فعال کردن افزونه رو میزنم و یک توضیحی بدم و این جلسه رو به اتمام برسونم. ببینید بچه ها، ما بهتره که برای هر چیزی از افزونه استفاده نکنیم. یکی از کارفرماها حالا یک پروژه‌ای رو میخواست به ما بده و میگفت که آقا طراح سایت قبلی من برای یک دکمه برگشت به بالا، از این دکمه‌هایی که میبینید تو سایت ها آخر سایت زده روش میزنی میره اول سایت، میگفت که 4 تا افزونه برای اون نصب کرده و 100% خب روی سرعت سایت، روی لول کاری شما تأثیر میذاره. شما اگر بخوای اینطور کار کنید، در صورتی اینکه مثلا ما بخوایم اون رو انجام بدیم، نه نیازی به کد داره نه نیازی به افزونه داره، به راحتی ما اون رو انجام میدیم. اینو گفتم که شما روی نصب افزونه حساس باشین. هر افزونه رو نصب نکنید، چون حتی اگر نصب کنید بعد حذف کردنش هم اون جداولش روی دیتابیس میمونن، اون دیتاهاش پاک نمیشن به همین راحتی. پس این بود از بحث افزونه. تا الان در مورد پوسته و افزونه به شما توضیح دادم. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.